بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ادامه مبحث سربرال پالسی به مبحث مقیاس طبقه بندی توانایی های دستی مکس و مینی مکس میرسیم. این دو مقیاس در واقع به ما کمک میکنن که کودکان مبتلا به فلج مغزی چگونه از دستان خودشون در فعالیت‌های روزمره استفاده میکنه. این مقیاس ها دارای 5 سطح هستند که به شیوه زیر تقسیم بندی میشه: کنترل اشیاء به راحتی و با موفقیت تا عدم توانایی در کنترل اشیاء و توانایی بسیار محدود در انجام حتی ساده ترین کارها. یعنی این محدوده ای هست که میتونه حرکات دست ها در کودکان مبتلا به سربرال پالسی داشته باشه. رابطه بین مکس و GMFCSF، همکاران عزیز، ما یک GMCFS هم داریم، CSF هم داریم، ولی این GMFCS هست که مطالعات نشون داده که همیشه همبستگی بسیار بالایی بین سطح مکس و سطح GMFCS وجود نداره. اما این رابطه میتواند در کودکان همیپلژیک، دایپلژیک و کوادریپلژیک متفاوت باشه. بنابراین توصیه میشه هر دو مقیاس مکس و GMFCS در ارزیابی بالینی استفاده بشه. در همیپلژی الگوی همبستگی متفاوته، در بایپلژی الگوی همبستگی باز متفاوته و در کوادریپلژی هم الگوی همبستگی متفاوتی بین این دو در واقع مقیاس ارزیابی داریم. از لحاظ شیوع در ایالات متحده بیش از 750,000 کودک و بزرگسال مبتلا به فلج مغزی زندگی می کنند که هزینه هایی بالغ بر 1 میلیارد دلار هزینه مادام العمر CP برای یک فرد هست و هزینه مستقیم پزشکی 1.2 میلیارد دلار در سال 2000 برای کودکان CP برآورد شده. به دلیل نبودن سیستم ثبت و پایش دقیق مانند شبکه پایش آتیزم، این برآوردها باید تقریبی در نظر گرفته بشن. خب، تشخیص فلج مغزی از لحاظ ریسک فاکتورها یا عوامل خطر فلج مغزی بسیار متنوع هستند که بازتابی از ماهیت ناهمگون این بیماری است و کمتر از 10% نوزادان نارس در نهایت مبتلا به CP میشن، در حالی که 40% کودکان مبتلا به CP در واقع نارس به دنیا اومدن، ولی کمتر از 10% نوزادان نارس در نهایت مبتلا به CP میشن. از لحاظ توزیع سن بارداری در یک مطالعه اروپایی مشخص شده که 54% کودکان مبتلا به فلج مغزی ترم هستند، 18% اونها در فاصله 32 تا 36 هفتگی بودند و 16% در فاصله 28 تا 31 هفتگی و 11% در واقع کمتر از 28 هفته متولد شده بودند که این نمودار برای ما مسئله جالب این هست که 54%، بیش از 50% کودکان مبتلا به CP در واقع در زایمان رسیده متولد شدن. خب، از لحاظ فاکتورهای خطر مهم در نوزادان نارس چه فاکتورهای خطر مهمی وجود دارد؟ آسیب پارانشیم مغز شامل IVH گرید 3 یا 4 و PVL سیستیک و ونتریکولومگالی، اینها مواردی هست که در موارد آسیب پارانشیم مغز باعث CP میشه. بارداری های چند قلویی
بیماری مزمن ری کودکی که در نارسی با اکسیژن از بیمارستان ترخیص میشه و مدت‌های مدید نیاز به اون قضیه داره، احتمال CP شدنش بیشتر میشه. و کودکی که مبتلا به آروپی یا رتینوپاتی پیشرفته شده و عفونت شدید. با این حال PVL سیستیک شدت اختلال رو در کودکان مبتلا به CP پیش بینی نمی‌کنه. 32% موارد CP مبتلا به PVL هستند. 13% در این موارد ناتوانی شناختی هم وجود داره. و اما بارداری چند قلویی خودش یکی از عوامل خطر در CP هست. نرخ CP در چند قلویی چندین برابر بارداری های تک قلو هست. در تک قلوها ممکنه 2 در 1000 در 2 قلوها 20 در 1000 و در 3 قلوها 100 در 1000 و در 4 قلوها این رقم به 500 در 1000 میرسه. یعنی خطر این که نوزادان 4 قلو مبتلا به CP بشن چیزی در حدود 50%. عفونت‌های شدید، رتینوپاتی پیشرفته و بیماری مزمن ریه هم که با نیاز به اکسیژن کمکی در 38 هفتگی مشخص میشه. رتینوپاتی پیشرفته نوزادان نارس مراحل 4 و 5 آروپی، اینها ریس فاکتور برای CP به حساب میان. و در نهایت عفونت‌های مانند سپسیس، مننجیت و انتروکولیت نکروزان هم برای سربرال پالسی فاکتور خطر ایجاد میشه. در نوزادان رسیده فاکتورهای خطر در نوزادان رسیده چه مواردی است؟ خب بیشتر مواردی که به عنوان فاکتور خطر ذکر میشه این موارد هست: ناهنجاری های جفت، کودکی که مبتلا به ناهنجاری های جفت مثلا پلاسنتال ابراپشن در دوره بارداری بوده، وزن تولد کم، مکونیوم و نوزادی که مکونیوم اسپیریت کرده باشه، سزارین اورژانسی و یا با ابزار، یعنی یک اتفاقی افتاده که این کودک به صورت اورژانسی به سزارین رفته، ممکنه اثرات اون بر روی سربرال پالسی شدن کودک اثر بگذاره. آسفیکسی زمان و مدت اون نامشخصه. تشنج نوزادی، RDS و هایپوگلایسمی. من از کتاب‌های نوزادان یادم هست که میگن هایپوگلایسمی اثری معادل اسفیکسیا و برابر و اهمیتی برابر به اون داره و در نهایت عفونت‌های نوزادی. و اما علائم اولیه تکاملی که در معاینات اولیه شما پیدا ممکنه بکنید و اینها احتمال CP رو بالا میبرن موارد زیر هست: ناتوانی در بلند کردن سر از حالت دمر و پوسچرینگ غیر عادی، هدلگ، یعنی شما موقعی که کودک رو بلند میکنید سرش به عقب بیفته، ضعف ترکینگ بینایی و حرکات چشمی غیر هماهنگ. و در نهایت هیچ بیومارکر قطعی وجود ندارد که با دقت بالا پیش بینی کند که کدام نوزاد در آینده دچار CP می شود. ریس فاکتورها فقط فرصت‌های پرخطر را مشخص می کنند، یعنی به ما میگن که حواسمون باید به این کودک بیشتر جمع باشه. متشکرم.